قوه الهی کاشی حالا. خب تمام دادیگر آقا بگیش راحت ها ولی خب چرا بگید دیگه. نه حالا میذارم تو فعلا بگی، تو خیلی نه کار آقا سخته. بگی باید حاجی کاش وایدش کرده بود واقعا. آقا یه برید بنازم. آه حاجی حاجی من ولی خب اینو زدم. سبزلی ریدم. چی نوشتم؟ همه که فونیکس کلاینتی نیستن، فیندیلیش بنشون یکی هم زدن بدشونم دارم. بابا بارکل. خب اف و وی 60 نه 70 الان آقا فکر نکنم چند فایه بال داری؟ چاکو آبسی ها نه گیرین بود آبسی. انشالله حاجی 2 ثانیه سری. این دفعه به امام حسین نبریم خرید نیاهون همچون ما 10 دقیقه بعد عجیب گم شو. نگو که نمورد. آقا 2 تا دونه کیل جیجی حاجی خیلی انیشه دیگه. حالا حاجی یه دفعه میزنی من میرم تو بوی کردم. آقا جیجی آقا من 50 تا کیل. چقدر دیگه کیل فارم داداش چقدر آقا اومدیم بریم بدوارد اما FPSیم. خب حالا شاید بگی خب ما قبل این ویدیو گرفتیم ولی خب این فرق کنه هر یه دونه کیل 10 تا دونه FOV به ما اضافه میشه یعنی فعلا حالا بذار FOV بالا خدا میبریم. بله ایشالله وانیا کن مطمئن نباشید ایشالله. آره به قوه الهی کاشی حالا. خب تمام دادیگر استراحت نمانه. حالا بگم این که مثلا من دست قبلی یک کیل بگیرم بیام این دست اون کیل حساب بله اینو بگیر. بله وگرنه مثلا قرار نیست چند داشت چرا دوره هرچی میدوام نزدیکش نمیشم. حاجی تو فقط سری بریش بزن منم 2 لایه بده آقا بگیش راحت ها ولی خب راحت چی نه منم. اوه کلنگ ریدم. تو ماشاءالله بیشتر من کیل میگیری. کیل دوزم که هستی یه دیگه بیشتر بهتر. نه حاجی تو خیلی کیل نه تو بیشتر. من این کیلو بگیرم. آقا این کیلو خب این یک کیل گرفتم به نازم FOV 40. آقا نخور داشت میخوای بیا دیگه حوصله‌ام سر برو. برو خدا من به کیلت احتیاج دارم. برو گمش کیل منه. آقا اون اومد. آقا سبزم اومد. الو کیلوزی کیل نمیگیرم زیاد نمیگیرم اوکی. چرا بگی دیگه. نه حالا میذارم تو فعلا بگی، تو خیلی کار سخته. بگی باید تلاش کنی اوکی من خب حاجی من بازم انم نیست. بگی بزنش. باریکلا FOV 40 آقا بنازم خیلی تاثیر زیاده. خب آقا من اینو بگیرم ببخشید من این FOV 70 رو باید بگیرم اوکی نورمال. آقا بزن تو جونت زیاده. من جونم خیلی کمه حاجی کاش وایدش کرده بود واقعا.
آقا یه برید بنازم. حاجی من ولی خب اینو زدم. سبزلی ریدیم. خب من بودم خوبیو نبردیم بالا. اولی و پاک. آره اولی. خوش من به لابی تو به لولو. خب مجدد آره خب تو افاویه 40 الان ها یا 50. حاجی من 70 فشار بخور. حاجی 70 خیلی خوبه. خیلی خوبه. من باید برم 75. 75 دیگه خیلی خوبه. نه های آل. های آل. چی نوشتم؟ همه که فونیکس کلاینتی نیستن. فینگلیش میشه. نه داو بیلیزی نمیخواد. خب نه من پوست میتونی بزنش چرا بابا باریکل یکی هم زدن بدشونم دارم. بابا باریکل. خب اف وی 60 نه 70 الان یکی دیگه شونم کشتم. 80 4 بار کشتم. اوکی. داشت 90 خب آقا 4 تا نه 80 اوکی. واو جیوان خیلی خوبه. آجی بدمون نره سبز نیاد. خیلی آقا دیگه دارم حال من هم 70 خیلی بهتره چون بریز هم بهتره. حاجی من قبلا خودم اف وی میذاشم کوچ برو وای. آره من دیگه نمیذارم. حاجی من چیز جرزنی نمی‌کنم و 4 تا کیلشو خدایی گرفت. اوکی خب آقا اصلا چت هست اصلا چرا جرزنی داداش؟ چت رو می‌خوای واکن بده. فقط بخاطر مثلا اگه بگین چرا سفر رو نمیندازی خب اون کامپیوترش انه داداش همینطوری انقدر اف اس ان. نه اسکول ربطی نداره. صفحه نرم نمیفته چون اینترنت ایرانه بعدش هم نه کلا آره مثلا مهدی فیزیکس اینا هم می‌بینی بلدنن. آره من کلا این دارم برم وایت که خدا رو شکر هست. حاجی بنازم وایتو زدم بنازم حاجی کیل حساب 2 تا کیل گرفتم بنازم حاجی چجوری یا نه یه دونه گرفتم چی 2 تا گرفتم نورمال میره 80 آقا. حاجی این ناک بک نشد که نه من اومدم زدم دیگه. خب چیکار کنم ناک بک نشد. من خب من هم وقت اسپان شدم اسپان نشد داشتی استوب اومدم ولی خب هرچی بود داشتم ترید میکردم سریع اومدم. خب حالا مهمم نیست انشالله میبریم. حاجی همون اول با من میرفتیم استک الان شارپنس پروتکشن داشتیم چه ربطی بد ده هی صدا میده. آقا یه دونه گیری مونده با یه دونه آقا با یه پین گیری نه اکسیدیانی شد گیری. قبول میکنی؟ نه آقا بیا بریم ما هنوز امید داریم ما هنوز دقیقا من به یه رفت میدم ما هم نباشه بازم امید نیست. بیا دایمن. خب دایمن دوست کل دایمن مهمتر. آره پینکو بدش که دم دست بذارم بدشو بزن حتما ریدی آش بسته بابا آخه از پشت خنجر میزنه از پشت آقا خب بریم دست بعدی شالله بینه. نه وایس آکوا This is the end. آکوا که آبسیدیانه کجا میره؟ آکوا فکر نکنم چند فایه بال داری؟ آکوا آبسیدیان ها نه گیرین بود آبسیدیان. دمت گرم. آقا بریم برای دست بعدی که ایشالله حاجی 2 ثانیه سری.
این دفعه به امام حسین نبریم خریم نیاهون همچون ما آقا 10 افاقه دقیقه چند بعد نه بد نفت نده او شی من برم هیچ خدا. شما بله شما بریجتون خوب است ببر بخور هوا بس میگه آه کلنگ چشم من شوره دیگه خوش من افوبین بال خنجر بدم. فقط پشت خنجر دیدیم فقط ندیدیم بغل یه وقت بغل ندیدیم که دید آقا بالا سر برو گم داشت من کی گیر باری کلا گیر بتن ایلا آجی دیگه کم کم داره بعد میشه خیلی موقع دیگه اون کلیه ولی اون باید افوبیشو ببره بالا برام نه اون باید برگرد آدی بعدشون رفت آخه عجیب گم شو نگو که نمورد آقا دوتا دونه کیل جیجی آجی خیلی انیشه دیگه 80 90 100 واه یعنی تحمل جدا داشت من دارم میرینم چی گفتم آقا من سری فقط برم میده بید افسیدیانی کنم این مهمه حالا ما بیدم افسیدیانی شه بیدم افسیدیانی شه دیگه خداییم یعنی دیس نه چی گفت نه ریدم او به نازم دوتا نمرالدن همه شون بابا دادم این دردی چرا بود شدی؟ واقعا نمیدونم حاجی بیا با هم دیگه بریم بیدمون هم رفت به درک الان بید تنها هیچ کس نمونده فقط آکوا مونده میریم بدمون ابسیدیانی کنیم بعد میگی بدمون رفت به درک نیستی منطق اینجا آقا موج میزنه منطق اینجا من دیگه با احتیاط میرم این بر برادر شما نگران من نباش آره ماجی 5 تا شد یه دونه امرال کم میاریم تهش سگ توش خوب این الان 15 ثانیه دیگه امرال است او راست می حاجی راست می الان شد 7 حاجی بیا گاردم شو بیا من میدلم بیا 6 5 4 3 2 1 حاجی آروم نیا کن آروم برو فقط آروم نیا کن فقط بپا گاد بریجم نه گاد بریج نه من آقا آقا یا من فقط بده آکوا رو نیا کن یه دقیقه منم آقا حالا با لوک بیرید میفته یاد قبلا من همش دیف میدادم یادش بخیر دایمن داری اومد دست میگم بیا من فایربال دارم منو نظر تو باشن حالا یه دفعه میزنی من میرم تو بایی بوینیا دیدی ویدیوهاشو بوینیا خیلی قدیمی بود یه چیزی یادم نصف راه که نه تقریبا یه کل راه
بنازم حاجی من برم بده وایت کل چیز جمع شده چیز کنم. تو هم برو دایمن، تو هم فقط برو بذار دایمن. من این دایمند بریج خودمون رو برم یه تله فعال کنم، تله ماین که یه وقت یکی اومد بفهمیم وید کنیم بعد اوکی به اندازه یه پروتکشن و یه تله دایمند داره. با من 3 تا دارم دایمن دارم اگه بخوای چیز بخرم یه پروتکشن یه تله نخر یا الکی چیز نخر. من با 3 تا خود چی بخرم اصلا چی داریم؟ جمع یه کن، اسپید ماینی میگیرم میخوام برم بده چیز بده آکوا. جمع کن واسه بعد. بابا نیاز داریم، خیلی نیاز داریم اسپید ماینینگ. ندارم. اسپید ماینینگ ها برادر میگم نیاز داریم. تحمل. یه دونه امرال حاجی میخوام برم بده آکوا. حاجی تو هم داری میری بده آکوا بنازم بریم این چیه کشیدی؟ راستی ما کیل گرفتیم اصلا چیز این آکوا دارم میرینن که کلا. نه من کیل گرفتم هر دفعه اوکیش کردم. من از حواسم نمیاد تو چرا تو کیل نگرفتی اصلا؟ اوکی خب نه میگم کلا حواسم نه کیلم میگرفتم حواسم نبود. آجا آکوا چرا گوز دارم میشن یعنی چه؟ برو بالا برو بالا فقط این آبی اینا رو خوش کن. چرا آبشون ریختن بوده؟ گفتی یه ذره چیزه بدمون آقا بدمون نه بدمون نیست اولا که تله دارین اولا دوم بارو کلا بزن بدشو بزن من حواسم هم بدشو بزن. اوه آیرن گلم وای من ریدم تو بدشونو بزن. obsidian نکنه بابا باری کلا. خب فقط بده بلو مونده. خب تو آقا بلاکین همیشه جواب. مردی؟ نه داری میمیری؟ بله خب من منتظر مردم. مردم نه من نخوردم داشت من حواسم هست. حاجی TNT که ترکی خودم رو انداخت وای بیا وای داشت کجایی؟ سعی چلوغه. تو برو یه دونه آکوا رو بزن من میرم بلو. رفت من یه کیل گرفتم واسه من یه دونه کیل گرفتم. 2 تا گرفت. راست میگی یه دونه گرفت. نه یه دونه گرفتم. یه دونه واسط حساب نشد چرا دیگه؟ 100 شد. آقا یه دونه هم واسط حساب میشه دیگه که رفت. اینم آکوا کلا رفت یه دونه هم واسط حساب میشه. نه داخل وید افتاد. آره چجوری هست؟ چرا خب نه آقا اگه هر بار مردم بود که الان رو هم رد کردیم. آره حاجی من رو به فونیست آقا تو آپدیت بعدی بیا سلام نمیر من میزنمش. خب نه ریدم. نه بده obsidian حاجی کیل فارم میکنه. وای کیل فارم میکنه. بیا داشت بده. شمشیر دایمندی دلغش من با اینو بندم. بزن برو کلو بنازم جیجی بنازم حاجی وای بذاری تلف با بریم استک نمیشه. حاجی این خیلی استکه خیلی نمیدونم اسید ماینینگ رو میگیره نمیدونم کوف نمیدونم چه نمیدونم زهرمانی هم که چیز کن من میخوام برم دایمند. خب من دایمندم تو نمیخواد برم دایمند. هر مثلا یه دایمند جمع کردم میرم توی به تخلیه میکنم. بذار بیاد وارد حاجی سرش رو گرم کن. آقا باشه حاجی آره بدش obsidian باید وارد. حاجی من اومد. نه چی obsidian بیا. تله وای حاجی آقا جیجی
چیزی می آقا من 50 تا کیل چقدر دیگه کیل فارم داداش چقدر آروم ایشه آروم باش. آقا بریم ویدیو تموم کنیم بریم فقط بریم خب بچه امیدوارم از ویدیو خوش آمده لایک کامنت سابسکرایب رو یادتون نره برای دانلود پک قشنگ کانال رو بکن جوین بدید پکش خداست یعنی پکش بچه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه لایک کامنت رو باجتون نره همه الان صاف کن آه همه که داری گیریم خب